با سلام و درود به شما دانش آموزان عزیز. تدریس امروز در مورد توابع چند جمله‌ای هست. که در ابتدا توابع چند جمله‌ای رو تعریف می‌کنیم. توابعی که به صورت ضابطه fx برابر anxn an منهای 1 xn منهای 1 a1 x تا a0. این صورت کلی تابع چند جمله‌ایه که در آن an تا a0 اعداد حقیقی هستند. توجه بفرمایید که در این توابع بر اساس توان x تابع نامگذاری میشه. الان صورت کلی تابع چند جمله‌ای گفته شده در حالت کلی از درجه n می باشد. دقت کنید که توان x ها باید اعداد حسابی باشند. بیشترین توان x درجه چند جمله‌ای می باشد. با ذکر یک مثال انواع توابع رو بررسی می کنیم و ببینیم اصلا این توابع چند جمله‌ای هستند یا خیر. کدام یک از توابع زیر چند جمله‌ای است؟ fx برابر 1x. خب این تابع چند جمله‌ای نیست. jx برابر با 4x2 به علاوه 2x منهای 1. این تابع چند جمله‌ای هست. با علامت ضرب در و تیک برای شما نمایش داده میشه که این تابع چند جمله‌ای هست. این تابع از چه درجه‌ایه؟ تابع درجه دوم، چون بیشترین توان x 2 هست. hx رادیکال x به علاوه 2. این تابع چند جمله‌ای نیست. nx برابر با 7x به علاوه 1/2. این تابع چند جمله‌ایه؟ 2 جمله‌ای. درجهش چی هست؟ تابع درجه یکم، درجه 1. مثال 5. پی x برابر با 5. این تابع چند جمله‌ای هست. اصطلاحاً بهش میگن تابع چی؟ قبلا خوندیم ثابت. تابع ثابت هست. کا x برابر با x به توان 1/2 به علاوه 2x. این چه تابعی هست؟ این تابع چند جمله‌ای نیست. اینجا می‌خواستیم تشخیص بدیم هست یا خیر. تابع چند جمله‌ای نیست. اصطلاحاً به تابع 7x به علاوه 1/2 تابع درجه یکم یا تابع خطی گفته میشد، اگر که در پایه‌های پایین‌تر به یادتون مونده قطعا اسمش. نکته ای رو
توجه بفرمایید. توابع خطی در حالت کلی میخوام بگم: همانی، ثابت، درجه دوم، همگی توابع چند جمله‌ای هستند. این نکته رو توجه کنید. توابع خطی چه تابعیه؟ y برابر ax به علاوه b. همانی y برابر x. ثابت y برابر با c. درجه دوم y برابر ax به علاوه bx به علاوه c. اینها همشون توابع چند جمله‌ایه. نکته بعدی توجه بفرمایید. دامنه تمام توابع چند جمله‌ای آر است، اعداد حقیقی است. برد این توابع چی میشه؟ برد تمام توابع چند جمله‌ای از درجه فرد، دقت کنید، از درجه فرد آر است. تأکید کردم از درجه فرد. امیدوارم که تدریس امروز مثمر ثمر باشه. تا اینجا ادامه تدریس رو در ویدیو بعدی خواهید دید.